مسابقات این حال نبوغامیزه، فرارای بی‌نقص با زمانبندی بی‌نقص. مولر این کارو دائما انجام میده، چه در نقش گلزن و چه سازنده. او یکی از موفق‌ترین فوتبالیستای تاریخه، اما کمتر فوتبال دوستی به اون به چشم یه فوق ستاره نگاه میکنه. شاید چون مثل لیونل مسی دریبل نمیزنه، شاید چون گاهی معلوم نیست کارش از روی مهارته یا شانس. Andere Dinge haben mit Glück zu tun, wobei immer Glück ist können. در نگاه اول بازیش خیلی سبک بازی و نوع حرکاتش چندان به چشم مردم نمیاد. فقط با دقیق‌تر نگاه کردن میشه متوجه مهارت‌های خاصش شد. مولر قهرمان جام جهانی شده، 2 بار لیگ قهرمانان، 10 بارم بوندسلیگا رو برده. هیچ بازیکن آلمانی دیگه‌ای نه این همه جام برده، نه در این تعداد بازی لیگ قهرمانان به میدان رفته و نه تعداد پاس گلش در بوندسلیگا به مولر میرسه. هیچ کس مثل مولر نمیتونه درست همون جایی باشه که باید. در آلمان اونو به اسم رامدویتر میشناسن، یعنی The Space Interpreter. میخوایم بررسی کنیم که چرا به مولر در حد لیاقتش توجه نشده. در دنیای فوتبال کسی شبیه مولر نداریم. او جزو معدود بازیکن‌های تک باشگاهیه و 21 ساله که فقط لباس بایر مونیخ رو به تن کرده و یه چیز همیشه تو خونش بوده: تشخیص فضاهای خالی، حتی وقتی این فضاها از چشم اکثر بازیکن‌ها مخفی موندن. برعکس حریفاش به خوبی میدونه به کجا حرکت کنه و توپ قراره کجا بره. تابستون 2020 مولر به مطبوعات خارجی دقیقاً توضیح داد که منظور از پست رامدویتر چیه. My biggest quality is maybe the game without ball, get in the right space to the right time. Maybe is the space interpreter. مولر با شیوه خاص خودش عبارت مفسر فضا رو ابداع کرد. بعضی بازیکن‌ها مخصوصا توماس مولر درک خوبی از فضا دارن و آگاهی محیطیشون بالاست. حواسشون به محیط اطرافشون هست و بازیخونی میکنن. اسماعیل تاری و مؤسسه آماری استاتس بمب مسابقات فوتبال سراسر دنیا رو تحلیل میکنن و حتی باشگاه‌های طراز اولی مثل لیورپول و میلان ازشون مشورت میگیرن. اونا هزاران شوت و پاس و فرار توماس مولر رو ثبت و تحلیل کردن. این نمودار تمام پاس‌های توماس مولر در دوران مربیگری فلیکه که منجر به شوت شده. این یه نمونه از بازی با برمنه. مولر به سمت کنار زمین متمایل موقعیت درست کنه. کاری که توماس مولر معمولا انجام میده اینه که به کناره ها میره تا فضا ایجاد کنه. بازیکنایی مثل گنبری هم از این فضا استفاده میکنه. مولر که در اصل به عنوان هافک وسط بازی میکنه، وارد فضاهای سمت راست میشه که در وسط فضا رو برای گنبری باز میکنه. با نگاه به ویدیو این صحنه میبینیم که حرکت مولتان پاس گل لیگ برتر رایان گیگز یا اسطوره سری آ فرانچسکو توتی. فقط لیونل مسی که بیشتر پاس گل داده. سال 2009 مولر در 19 سالگی از زیر نظر لوئی فنخال اسمشو مطرح کرد. اون زمان فقط یه مهره مکمل کنار ستاره‌های شناخته شده بود. In this time we had big playmakers with Bastian Schweinsteiger in the middle and our famous Ribéry and Robben on the wings. They had a lot of the time the ball in their feet. They needed a player to attack the spaces, then they can use their quality in dribbling or in passing. تأثیرش رو خلاقیت تیم آنی بود. اما مولر در مقابل دروازه هم بازیکن خطرناکیه. Muller and Lewandowski in the box. Muller. قرمز نشون دهنده موقعیت مسلم و آبی برای موقعیت‌های کم خطره. اینجا میبینیم که جاگیریش خیلی خوبه. ضربات کمی میزنه اما امید گلش به ازای هر شوت بی‌نظیره. تا اینکه تعداد ضرباتش کمه، درصد اون یکی از بهترین بازیکن‌های دنیا در استفاده از موقعیت‌های گله. کارش عالیه. مولر بی‌نهایت موقعیت شناسه. معمولا در موقعیت قرار میگیره که از نظر آماری شانس گلزنیشو بالا میبره. Und dass ich das einfach ganz gut kann, da habe ich ein gutes Beispiel, das mein letztes Tor bei der WM, mache ich ein Abstaubertor. Da schießt der Bastian Schweinsteiger, glaube ich, aus 30 Metern und während er schießt, laufe ich schon durch, weil wir vorher noch besprochen hatten, dass der Torwart auch mal einen Ball fallen lässt. Also das ist eine Mischung aus allem. به این نمودار رادار بازیکن میگن و کارش سنجیدن 10 ویژگی اصلی هر بازیکن فوتباله، مثل احتمال گل زدن از هر شوت. سطح آبی نشون دهنده متوسط 5 لیگ معتبره و سطح قرمز مختص توماس مولره. در 8 تا 10 شاخص او بالاتر از میانگینه و در این 5 تا در بالاترین سطح بازی میکنه. این مهارت کمتر فوتبالیستی در دنیا اینقدر گسترده است.
نه فقط مهارت‌های تهاجمیش بلکه تو کارهای تدافعی هم خوبه. توی پس گرفتن آنی توپ عالیه. برای همینه که بازیکن خیلی خاصیه. اما در این مدت همه قدر مهارت‌های مولر رو ندونستن. تا سال 2019 مربی بایرن نیکو کوواچ می‌خواست تیمشو حول محور فیلیپ کوتینیویی بچینه که به صورت قرضی از بارسلونا اومده بود. مولر تبدیل به بازیکن حاشیه‌ای شد. اما ریسک کوواچ جواب نداد و بعد یه باخت تحقیرآمیز 5-1 مقابل فرانکفورت کوواچ اخراج شد و جانشینش هانسی فلیک بلافاصله مولر رو به ترکیب اصلی آورد. در پایان فصل مولر ستاره بایرن قهرمان سگانه بود و کوتینیو هم به بارسلونا برگشت. در تیم ملی هم چندان به مولر بها داده نشد. سال 2019 یوآخیم لوف برای جوان کردن تیمش مولر رو کاملا از برنامه‌هاش کنار گذاشت تا رابطه عاشقانه او با تیم ملی زودتر از انتظار به پایان برسه. Ich war natürlich von der plötzlichen Entscheidung des Bundestrainers auch perplex. از اون زمان آلمان باخت‌های شرم‌آور زیادی رو متحمل شده. Und in diesem Sinne möchte ich euch sagen, das Spiel ist noch nicht aus. به نظر شما مولر بین فوق ستاره‌های فوتبال چه جایگاهی داره؟ آیا هنوزم اونطور که باید قدرش دونسته نمیشه؟